дуруд бинандаҳои гиромии телевизиони Шаҳнавоз. барномаи фарҳангию фароғатии набзи наворо манзури шумо мегардонем. воқеан имрӯз аҳли ҳунармандон завқашон нисбат ба санъати волои овозхонии дучанд буда имрӯзи меҳанро ба таъсир мекашанду рушди мунтазами кишвари бо саодати азиз яъне Тоҷикистони гулбадомонро ҳамеша дар таронаҳои хеш васф мекунанд. Индаму ин лаҳза меҳмони барномаи мо ҳастам Парвин Маҳмадёр, ҳунарманди ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақси лола ба номи Ғаффор Валаматзода. сараввал шумо ва гурӯҳи мутрибоне ки воқеан ҳам шинохта ва чирадастанд ба минбари барномаи набзи наво хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. Ташаккур зиёд Комронҷон. Ман пеш аз ҳама ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон саломи худро расонданиам ва имрӯз бисёр хушҳол ҳастам ки дар барнома маро даъват кардед ҳамроҳи ансамбле ки имрӯз мебинед, ансамбли давлатии лола ки инҷо ман кору фаъолият дорам. дар ҳақиқат ҳар ҳунарманде ки меҳмони барномаи набзи наво мешавад, фикр мекунам бо як дастовез, бо як теории ҷиддие меҳмон мешавад. фикр мекунам ки армуғони сабзе низ дар оғоз баҳри тамоми мухлисони хеш доред. воқеан ин як иқдоми хуб аст ки шумо барномаҳои ба тарзи садои зинда сабт мекунед. бисёр хушҳол шудам дар ҳақиқат вақте ки даъват кардед, ба хушӣ пазируфтам. Ин таронаи бисёр маъмул аст ки бисёре аз овозхонҳои машҳури кишвари мо сароиданд, занҳо ҳам сароиданд, мардҳо ҳам бисёр. ҳоло аз ман ки гуфтам номашро ки гуфтам бисёр мардум медонанд, мешиносанд. ин оҳанги шохи гул аст. фикр мекунам ки мутрибон омодааст. акнун саҳнаро ба ихтиёри шумо мегузорем. Ташаккур. хуб, марамат.
سپاس به شما و گروه مطربان. فکر میکنم که عالی بود. تشکر. خب اکنون صحبت رو با شما آغاز میکنیم. من فکر میکنم که شما از رفت برنامه نبض نوا آگاهی داره. بله، من یک چند برنامه شما رو البته دیدم، تماشا کردم. از روزی که فهمیدم که با صدای زنده میگذرد مخلص برنامه شما شدم. یک چند برنامه رو واقعا خوشم آمد. امیدوار هستیم که در آینده باز برنامه شما رشد میکند، باز امکانیت زیادتر میشود برای نوازنده و آوازخوانان اشتراک در چنین برنامه ها. خیلی عالی. اکنون صحبت رو با شما آغاز میکنیم. در حقیقت موسیقی ناب تاجیکان را هنرمندان به دوری‌های دور بود و خوشبختانه امروز ما را در جهان چون ملتی با فرهنگ و کهن تمدن میشناسند و اعتراف میکنند. از رشد موسیقی و از غناوتی فرهنگی بای و عالم شمول تاجیک چی اندیشه دارید؟ واقعا موسیقی ما یک تاریخی بسیار قدیمه دارد. خب چون که همه ما میدونیم استادان بهترین صنعت، چی نوازنده، چی آوازخوان، چی رقاصان و رقاصه های بسیار هنرمندای خوبترین در دوران شوروی بودند. حالا هم هستند. خصوصا کلاسیکای ما یک کلاسیکایی است که تاریخی بسیار قدیمه دارد. گرچنده که چخل که شما میدونید من موسیقی کلاسیکی هند را خواندم، ولی یک چیز گفتنی هستم که محض موسیقی کلاسیکی هندی، عموما موسیقی هندوستانی آن وقتی رشد میکند که وقتی با موسیقی تاجیکی ما کلاسیکی تاجیکی ما آمیخته میشد، در آن وقت موسیقی صنعت آنها به یعنی حاضر میگن موسیقی هندوستانی مبدل میگردد و رشد میکند. فکر میکنم که موسیقی ما بر یعنی به دیگر موسیقی های دنیا تاثیر خود را رسانده است، و دیگر خصوصا در رقص و خصوصا در آوازخوانی. وقتی که ما صاحب استقلال شدیم، مستقلیت به دست آوردیم، به نظر من موسیقی ما باز رواج یافت. خصوصا موسیقی کلاسیکی ما شش مقام که عنوان انسامبل های شش مقام دولتی را گرفتند و هر سال یک روز خاصی دارند که جشن گرفته می شود. و اینچنین موسیقی خلقی ما فلک نیز روز مخصوص خود را دارد که این روز جشن میکنند. و خصوصا رهبر کشور ما محترم پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان امال رحمان بسیار به این چیز اهمیت میتند و خصوصا به موسیقی کلاسیکی شش مقام و فلک، چون محض با دستگیری آن کس این موسیقی از بین نرفت، برعکس رشد کرد در دوره صاحب استقلالی. و بسیار مثلا کنسرت هایی که خصوصا از شبکه شما نیز زیاد ما کنسرت های در اجرای انسامبل های شش مقامی که میستران کلاسیکی میبینیم و اینچنین فلک. فکر میکنم صنعت ما در دوره استقلالیت باز زیاد رشد کرد. هر ساحه، خو کلاسیک باشد، خو خلقی و خو استرادا، امروز پیشروی خاصه دیده می شود. تشکر. خوب، دلبستگی به هنر آوازخوانی و صنعت نیاگان از چیست؟ یا اینکه ذوق کودکی است و هر لحظه نمیموند که از موسیقی کنار باشه؟ راستی گپ من از روزی که خودم رو یاد دارم، من سرود میخواندم، خردکک بودم، از خردی دوست می داشتم. وقتی که مکتب رفتم، من یکمین آهنگ خود رو وقتی که 9 ساله بودم سراییده بودم، با فکرم صنف 3 میخواندم بدون یگان تمرین. من در مکتب روز 1 سپتامبر خوانده بودم یک سرودی کودکانه. ولی از همون وقت من در دسته خودفعالیتی مکتب اشتراک میکردم. در بستان هایی که غنچه های صنعت بین مکتب ها میشد اشتراک میکردم. بسیار دوست می داشتم، هم آوازخوانی رو، هم رقص کردن رو، هم در مشاعره اشتراک میکردم. یعنی هنری رقص هم داره؟ بله، من رقص کلاسیکی هندی رو هم آموختم مدت 4 سال در هندوستان. بیایم. تشکر. خب میخوام باز یک ترانه دیگر اجرا کرده باشه. کدام ترانه؟ یک ترانه است. اینم راستیگه من بسیار ترانه های سابق دوست می‌دارم، تا ترانه هایی که استادان ما سراییدن. یک ترانه است باز کایمیوی از طرف رعنا غالب و خواندن. من می‌خواستم اون رو بازخوانی کنم برای شما. یعنی که سبک خودتون؟ بله، با سبک خودم. خب مرحمت. تشکر. باز کی می ای گلی تو
سفر باز کی میایی ای گل تازه و تر باز کی میایی رفتی از پیش نظر باز کی میایی من شدم دور از تو زار و رنجور از تو سخت مهجور از تو من شدم دور از تو زار و رنجور از تو سخت مهجور از تو میروی سوی سفر باز کی میایی ای گلی تازه و تر باز کی میایی رفتی از پیش نظر باز کی میایی میروی جلوه کنان مست چون آب روان میروی جلوه کنان مست چون آب روان شده ای زود گذر همچو عمری گذران شده ای زود گذر همچو عمری گذران در سمای سیم برم آن دمایی ببرم که نیابی اثرم در سمای سیم برم آن دمایی ببرم که نیابی اثرم رفتی از پیش نظر باز کی میایی ای گلی تازه و تر باز کی میایی میروی سوی سفر باز کی میایی میفرستم همه جا ز پیش دست دعا نمی نظرنج و بلا میفرستم همه جا ز پیش دست دعا نمی نظرنج و بلا رفتی از پیش نظر باز کی میایی ای گلی تازه و تر باز کی میایی میروی سوی سفر باز کی میایی ای گلی تازه و تر باز کی میایی باز کی میایی باز کی میایی بیننده های عزیز، برنامه نبض نوا همان ادامه دارد. من با شما از این منبر تشکر میگویم برای اجرای ترانه مذکور. فکر میکنم در سطح عالی بود اجرای شما و چقدر که مشاهده کردیم اهل مطربان با یک صمیمیت، با یک احساس خوب و با یک درک موسیقی بلند اجرا کردن آهنگ آن را و در حقیقت در خواندن این یا آن ترانه میباید زحمت صادقانه و صافدلانه را در مد اول گذاشت، خاصه در ترانه هایی که در موضوع وطن دوستی اجرا میگردن. بله، برای سرویدن آهنگ های یعنی میهن دوستانه وطن پرورانه باید پیش از همه هر یک آوازخوان، هر یک فرد باید وطن خود را دوست دارد، صمیمانه. در آن حالت میتواند سرود را از صمیم دل سراید و آن سرود به گوش هر شنونده برسد، به قلب هر یک شنونده جای گیرد. فکر میکنم باید پیش از همه باید ما وطن خود را دوست داریم. بله. خب از رسالت و از وظیفه های اساسی هنرمند چی نگاهی دارید؟ هنرمندان معرفگری هر یک ملت هستند. خب فکر من، فکر شخصی من است. چون ما توسط ترانه های خود یک مهر و محبت وطن پروری رو به مردم میرسانیم. اصلا سرودهایی که درد مردم رو
انعکاس میکند، خصوصا سرودهایی که عاشقانه هستند، سرودهایی که درباره وطن هستند، این درد مردم رو انعکاس میکند. و ما یک هنرمندان یک رشته ای هستند بین مردم و بین موسیقی که همین موسیقی رو به مردم میرسانند. و باید هنرمند کسب خود رو پیش از همه صدقاً دوست دارد. وقتی که دوست دارد و سرود رو وقتی که صدقاً از خود میکند و میسراید، در آن حالت وی میتواند به گوش شنونده برساند. وقتی که سرود از قلب از دل سراییده میشود. و وظیفه اساسی ما این سرودهای باید بخوانیم که معنای خوب داشته باشد، یعنی معنویات مردم را بالا برداریم. شعرهایی باشد که از شاعرانی هم کلاسیک هم معاصر، ولی شعرهای معنی خوب داشته باشد. در چه موضوعی که نباشد، خواه در وطن پروری، خواه موضوع عشق باشد، خواه موضوعی که یعنی پرابلم‌های روزای ما رو انعکاس میکنند، مشکلات‌های روزای ما رو، باید ما سخن‌های خوب انتخاب کنیم، شعرهای خوب. بله، خب چقدر که مشاهده میکنیم نه که کلوار ایجادیات‌های شما، یعنی که سرودهایی است که واقعا هم آرام است، سبک شما همیگونه است و اینکه ترانه‌هایی که مثلا آرام کننده است همین را میپسندید. درست قید کردید. من زیادتر آهنگ‌های آرام را میسرایم، چون من خودم دوست می‌دارم سرودهای آرام را، خصوصا غزل‌ها را زیاد دوست می‌دارم. وقتی که انتخاب می‌کنم یگان آهنگ را که بازخوانی می‌کنم، زیادتر اون آهنگ‌های آرام را انتخاب می‌کنم. ولی این معنی این رو ندارد که من سرودهای یعنی شوخ می‌خوانم، دوست می‌دارم. جایی میشد که مثلا محفل‌هایی هستند که در اونجا سرود آرام اونقدر با درد مردم نمی‌خورد، در آن حالت می‌توانیم ما سرودهای شوخ بخونیم. ولی من زیادتر سرودهای آرام را دوست می‌دارم. خوب این نظر باز کدام ترانه اجرا می‌کنید؟ آرام و یا اینکه این یک آهنگی است که آهنگ بسیار خوب است. آهنگ سراب نام دارد، شعر از شاعره معاصر و خوشکلامی ما از خانم رفاعت است و آهنگ از نورعلی شرمتov. بسیار آهنگ خوب است، سراب نام دارد. گفتم این آهنگ نه آنقدر آرام است و نه آنقدر شوخی میانه گویی میشود. خب اکنون ببینیم که چگونه اجرا مضمون می‌کرده خوب باشه. دارد، گرچه عاشقانه است ولی مضمون خوب دارد. خب مرحبا، صحنه از آن شما. تشکر. در گمان تو بهار لاله‌باری، سبز گردد از قدومت مزرعه دل را کناری. نه بهاری تو دروغی، تو سرابی، تو به دامان دلی من زخمی خاری، تو به دامان دلی من زخمی خاری. در گمانم بقراری، تو نسیم کوسواری، بر دماغم بوی گلهای بهاری را بیاری. در گمانم بقراری، تو نسیم کوسواری، بر دماغم بوی گلهای بهاری را بیاری. نه نسیمی کوساری، اون بادی پرگواری، در بهاری
من یقینم تو دروغی، تو سرابی تو سرابی. در گمانم تو بهار، تو بهاری لاله باری. سبز گردد از قدومت مزرعه دل را کناری. نه بهاری تو دروغی تو سرابی. تو به دامان دلی من زخمی خاری زخمی خاری. من یقینم تو دروغی تو سرابی تو سرابی. من یقینم تو دروغی تو سرابی تو سرابی. برنامه نبض نوا همان ادامه دارد. در برنامه بخش داریم نام دارد حاضر جواب. فکر میکنم که شما از رفتی بخش برنامه مذکور آگاهی دارید. بله. خواهش میکنیم که مفصل و زود پاسخ بگردید. سوال ها اونقدر مشکلی ندارد. اگر آماده باشید و خواهش باشد شرکت کردن شروع میکنیم. اونقدر حاضر جواب نیستم ولی کوشش میکنم. خب سوال اول، استقلال برای هنرمندان امکان فراغ، آزادی و باز چی داد؟ برای ما بسیار امکانیت ها زیاد شدند، خصوصا برای جوانان و برای زنها. عموما برای دختران امکانیت زیاد شد که نه تنها در تاجیکستان تحصیل کنیم ولی خارج از آن رفته آموزیم، موسیقی دیگر دولت ها را آموزیم و به موسیقی خودمون باز یک نویگری ها داخل کنیم. خصوصا من در دوران استقلالیت امکانیت به دست آوردم که در خارج رفته تحصیل کردم، موسیقی آموختم. از هنرمند زنده یاد یک سرود میخواندید که تا امروز آن سرود مقام خود را گم نکرده باشد. از استاد ظفر ناظیموف، گرچند دیگر آوازخوانان هم خواندند ولی فکر میکنم مثل استاد ظفر ناظیم کسی این را نخواندند. ای ساربان آهسته را. خب میتونی یک پارچه اجرا کنی؟ بله کوشش میکنم. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم، با دل ستانم میرود. وان دل که با خود داشتم، با دل ستانم میرود. با چند کشور سفر هنری کردید و سفر کردن چی اهمیت دارد؟ من به چند از کشورهای سفر کردم، خصوصا با کشور با ما همسایه و دوست ازبکستان. در ترکمنستان بودیم، روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان. به غیر از این در اروپا اشتراک کردم در چند کنسرت ها و این یک برای هنرمندان یک تجربه می شود. وقتی که شما در صحنه های کلان برآمد میکنید با زبان خودتان میخوانید و میبینید که از خوانش اجرایش شما از موسیقی زیبا راحت میکنند و خوششون میآید، این یک آدم را روح بلند میکند. از اشعار کدام شاعران بیشتر شعر انتخاب میکنید و برای چی؟ من زیادتر شعر رو انتخاب میکنم از شاعران، خصوصا شاعرهای معاصر، چون که وقتی که شعرهای آنها رو میخوانم از اینچنین از شاعر امیر نیسا یک چند آهنگ است که شعر است که اولی تیار کرده ایستادیم، به زودی خواهد تیار شد و وقتی که آهنگهای آن را میخوانیم یک درد، یک احساسات یک زن آنها در شعرهایشان انعکاس میکنن و فکر میکنم برای من نزدیکتر از پرنده درخت را میجوید، نه درخت پرنده را. یعنی منظور از این گفته ها در چیست؟ یعنی هنرمند این با عالم موسیقی، یعنی بله. ما باید از جهت دیدی خودمون همچون هنرمند بها دهیم. بله. یعنی ما باید هنرمندان خودمون به جستجوی آهنگ‌های نو باشیم، شعرهای نو. اگر ما مثلا نجوییم پیش یگان آهنگساز نرویم، یگان کتاب رو نخونیم، یگان آهنگ خوب یا یگان شعر خوب ایجاد کردن نمیتوانیم. این معنی همین رو دارد به فکر من. با شما یک چند مصرع شعری پیشنهاد میکنیم، با یک مرتبه مطالعه کردن میتوانید برای بیننده عزیز از این منبر اجرا کرده باشید. من یک مرتبه برای بیننده عزیز مصرع های مذکور رو یادداشت میشن، شما تا اون زمان آماده شید، بعدا خوب میبینید که چگونه اجرا میکنید. خب مصرع اول: می سرایم مسند والای استقلال، میدمد خورشید از فردای استقلال، ملت ما زیست با فرهنگ اندیشه، شعر ما دارد همه معنای استقلال. خب مشکل نیست؟
البته من استعداد آهنگسازی ندارم ولی کوشش میکنم برای شما خب مرحبا. می سرایم مسندی والای استقلال، می دمد خورشید از فردای استقلال. ملتی ما زیست با فرهنگی اندیشه، شعری ما دارد همه معنای استقلال. جهانی تشکر برای شرکت در برنامه. فکر میکنم در فرجام باز دستاویز دیگری هم داره. سلامت باشید. یک آهنگ است، آهنگی البته ربویایش خلقی هستند. خب آهنگ از شادروان حکیم محمود میخواستم پیشکشش بکنم. خب مرحبا. های پروانم و سوی چراغ آمده، های لیلیم و مجنون از سراغ آمده، های من بلبلم و میل ندارم به چمن، های بابوی بنفشه سیری باغ آمده، های من بلبلم و میل ندارم به چمن، های بابوی بنفشه سیری باغ آمده. های یار شبی بنازایی چی شود، های چون اختری چشم بازایی چی شود، های آبی که بیرم پس نآید هرگز، های آبی که بیرم پس نآید هرگز، های تو آب نی و باز های چی شود، های آبی که بیرم پس نآید هرگز، های تو آب نی و باز های چی شود. های دلبر غمگسار کی میایی، های هی هم نفسی بهار کی میایی، های چشمم برهد امید دیدن دارد، های ای زیبی تو چشمی چون کی میایی، های چشمم برهد امید دیدن دارد، های ای زیبی تو چشمی چون کی میایی. های چشمم ز فراق دم به دم میگیرد، های از فرق سرم تا به قدم میگیرد، های میگیریم و زار مینویسم نامم، های میگیریم و زار مینویسم نامم، های از گریه زاری من قلم میگیرد، های میگیریم و زار مینویسم نامم، های از گریه زاری من قلم میگیرد، های از گریه زاری من قلم میگیرد، های از گریه زاری من قلم میگیرد. از مشاهده ها برمیاد که
мардум бисёр ҳам таваҷҷӯҳи хос доранд ба зиндасароӣ. ман ба шумо барои ширкат дар барнома ва иҷроҳои кулли таронаҳое ки ба таври зинда барои бинандаи азизи телевизиони Шаҳнавоз пешниҳод кардед сипос мегӯям. чӣ гуфтанед дар фарҷом? ташаккури зиёд комронҷон. пеш аз ҳама ман ба ҳамаи бинандагон чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем аз пеш ҷашни 30-солагии истиқлолияти мо аст, Тоҷикистона истиқлолияташ аст, шукрона мекунем аз ин. ва пеш аз ҳама ман ба тамоми мардуми Тоҷикистон сиҳатию саломатӣ мехоҳам, ки имрӯз медонед ки чӣ қадар вазъият дар дунё як маризие омадааст, ки тамоми дунёро безобита кардааст. ва ба ҳама саломатӣ мехоҳам, умри дароз ва хусусан барои Тоҷикистони азизи худам осмони соф бошад. бигзор дар ҳар хонадон хурсандӣ бошад, сулҳ бошад ва ваҳдати мо 30 сол не ҳазорҳо сол поянда бошад ва мардуми сарбаланди мо хушу хушбахтона зинда кунанд. танҳо саломатӣ ва умри дароз хоҳонам. бисёр олӣ, ташаккур ба шумо. ташаккур, саломат бошед. бинандаҳои гиромӣ, ҳамин ҷо барномаи фарҳангию фароғатии набзи наво ҳусни анҷом мепазирад. барномаҳои дигари телевизиони Шаҳнавоз бошанд ҳамоно идома доранд. хайр, то боздид.